سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 29 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اعتراض مخالفین تاجیک در برلین در روز سفر امام علی رحمان. بازداشت دو جوان تاجیک در پتربورگ برای مناقشه با دو دختر همجنسگرا. برق تاجیک اعتراف کرد که در جمهوری لیمیت برق جاری شده است. حکم یک جوان تاجیک در شمال روسیه برای دزدیدن 13 پلنشت. برای آوازخوان محبوبمان دعا کنید. ثریا قاسم برای تشخیص و طبابت قلبش به هندوستان رفته است. و اکنون تفصیلات خبرها. نیمه دوم روز 28 سپتامبر و صبح 29 سپتامبر سال 2023 در شهر برلین پایتخت آلمان جمعی از مخالفان تاجیک تظاهرات اعتراضی دایر کردند. در این گردهمایی چندی از مخالفان حکومت پرزیدنت کنونی ازبکستان شفقت میرزیویف نیز اشتراک داشتند، ولی در عکس و نوارهای نشر شده دیده می شود که اکثر تظاهرگران را مخالفان حکومت پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان تشکیل میدهند. در عکس و نوارها دیده می شود که اعتراضگران شعارهای را با طلب رهایی محبوسان سیاسی و حامیان حقوق، ژورنالیستان، منع سرکوب زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان، رعایت حقوق انسان و تامین آزادی‌های دموکراتی را بلند کردند. این نخستین اقدام مشترک پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 دو حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع بود. تا کنون گروه 24 اصولاً از پیمان ملی و دیگر گروه‌های مخالفین همیشه فاصله می‌گرفت. تظاهرات اول مخالفین تاجیک نیمه دوم روز 28 سپتامبر در نزد بنای سفارت تاجیکستان در منطقه محبت شهر برلین دایر شد. سپس اعتراضگران با شعارهایشان به سمت مهمانخانه ادلان کمپینسکی رفتند. به باوری آنها امام علی رحمان و دیگر اعضای هیئت رسمی تاجیکستان در همین مهمانخانه قرار داشتند، ولی کسی از آنها به نزد اعتراضگران نبرآمد. صبح 29 سپتامبر نمایش‌های اعتراضی در مرکز برلین در نزدیکی محل برگزاری نخستین نشست رهبران آلمان و آسیای مرکزی برگزار شده است. پرزیدنت‌های 5 کشور آسیای مرکزی روز 28 سپتامبر به برلین آمدند. 29 سپتامبر آنها با پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر و سپس با کانسلر یا صدر اعظم این کشور اولاف شولز ملاقات می‌کنند. این نخستین ملاقات مشترک پرزیدنت‌های همه 5 کشور آسیای مرکزی با رهبران یک کشور عضو اتحاد اروپا است و همگی هفته بعد عین ملاقات نخستین آنها با پرزیدنت امریکا جو بایدن که در نیویورک در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل دایر شد صورت میگیرد. کارشناسان بر این باورند که کشورهای غرب می توانند دولت‌های آسیای مرکزی را به خودداری ورزیدن از هر نوع حمایت از روسیه دعوت کرده، در عوض به آنها امتیازهای جدی از جمله کمک سرمایه‌گذاری‌های سرشار مالیوی پیشنهاد کنند. در پی شکایت‌های فراوان ساکنان از قطع انتقال برق در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان، شرکت برق تاجیک روز 28 سپتامبر سال 2023 با نشر یک مراجعتنامه ویژه به مشتریان نیروی برق جاری شدن لیمیت برق را در جمهوری اعتراف کرد. در تاجیکستان تقریبا هر سال از ماه اکتبر برای تامین مردم و کارخانه‌ها با نیروی برق محدودیت‌ها جاری کرده می‌شود. مقامات برق تاجیک هر سال این محدودیت‌ها را به کم‌وبی در آبنبارهای نیروگاه و ضرورت انجام کارهای پروفیلاکتیکی در پیشروی زمستان بستگی می‌دادند، اما به فرق از سال‌های قبلی امسال محدودیت‌ها الکی از دهه سوم ماه سپتامبر یعنی خیلی بروقت‌تر جاری کرده شدند. در مراجعتنامه که در سامانه رسمی برق تاجیک نشر شد، برق تاجیک اعتراف کرده است که هر سال با فرارسی موسم تیرماه و زمستان بر اثر خنک شدن حرارت هوا، کمشوی مجرای دریاها و ذخیره‌های آب در حوزه تشکلیابی دریای وخش، اینچنین سال به سال زیاد شدن طلبات‌های ساحه اجتماعی و اقتصادی مملکت به نیروی برق، نارسایی موسمی نیروی برق را به میان می‌آورد. چون این وضعیت افزوده شرکت طلب می‌نماید که برای در فصل زمستان با برق تامین نمودن اهالی و ساحه اقتصاد ملی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. برق تاجیک می‌نویسد که در حال حاضر منبع اساسی ذخیره آب و انرژتیکی کشور ما یعنی آبنبار نورک تا نقطه نهایی از آب پر کرده شده است، ولی حجم واقعی ریزش آب در مقایسه به سال گذشته و حساب میانه بسیار ساله کم است. مشکل دیگر گفته می شود در مراجعتنامه انجام دادن کارهای تعمیر و پروفیلاکتیکی در تجهیزات‌های شبکه‌های برقی و زیرزگاه‌ها به خاطر تامین بهتر برق در موسم سرما است. به عقیده مؤلفان مراجعتنامه
عمل سازی این تدبیرها امکان میدهد که شبکه‌های برق به دوره تیرمو و زمستان خوبتر آماده کرده شوند و آب صرفه گردیده در موسم سرما برای تامین شبانه روزی اهالی با نیروی برق استفاده گردد. تاجیکستان اینک چندین ده ساله باز در هر فصل تیرمو و زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار می شود. از ماه اکتبر تا اپریل به ساکنان مناطق دیهات این کشور در شبانه روز همگی چند ساعت برق میدهند. مقامات مردم را امیدوار کرده بودند که بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون لیمیت برق در کشور تمام می شود. سال 2018 در پی مورد بهره برداری قرار گرفتن چرخ اول روغون، پرزیدنت امامعلی رحمون نیز همه را اطمینان خاطر داده بود که افزایش لیمیت برق در تاجیکستان با همین مورد تاریخ شد، ولی با وجود به کار در آمدن الکی دو چرخه نیروگاه روغون، کمبود نیروی برق در کشور همچنان حساس می شود، به خصوص در فصل سرما. در حالی که مقامات افزایش طلبات به نیروی برق را سبب لیمیت می نامند، بسیاری ها بر اینند که سببگار کمبود نیروی برق به خارج از جمله به افغانستان فروختن آن است. هنرمند مردمی تاجیکستان سرایای قاسم از 21 سپتامبر سال 2023 برای تشخیص و طبابت درد کونه قلبش در هندوستان قرار دارد. سرایای قاسم که 66 سال دارد، هفته پیش در پی ناخوب شدن وضع سلامتیش با هواپیمای شرکت ایر استانه به شهر دیلی پایتخت هندوستان سفر کرد. او را در جریان تشخیص و طبابت در هندوستان شوهرش پولاد شاروپوف و دختر کلونیش روزگل و دختر دومش شبنم سوریا همراهی میکنند. شبنم سوریا با نشر یک عکس از بیمارستان نوشته است که وضع مادرش در عموم خوب است. به اطلاع خواسته و نشریه اینترنتی که اساساً خبرهای مربوط به شو بیزنس تاجیک را پیگیری میکند، سرایای قاسم در بیمارخانه اپل هاسپیتال در شهر دیلی بستری کرده شده باید قلبش را تشخیص کنند. این نشریه همچنین خبر داده است که تا انجام تشخیص و طبابت در هندوستان سرایای قاسم و شبنم سوریا تمام برنامه‌های کنسرتی و معرکه‌های تویانه را بیکار کردند و یا باقی انداختند. بنا به اطلاع سیوف میزراب، ژورنالیست تاجیک که با خانواده سرایای قاسم و فرزندانش نزدیک است، فرزانه خورشید دختر خردی و نیز آوازخوان سرایای قاسم نیز تا انجام طبابت مادرش کنسرت‌های خود را بیکار کرده است. گروهی از خلبان فرصت طلب با سوء استفاده از بیماری سرایای قاسم معرکه پول جمع کنی گویا برای طبابت او را برو انداختند، ولی فرزانه خورشید در زیر یکی از این پولچینک‌ها نوشت که کسی باشی یا نباشی از خدا بترس، ما برای طبابت مادرمان به کمک پول نیاز نداریم، فقط به دعا نیاز داریم. سرایای قاسم که او را پریمادون استراد تاجیک نام میبرند، 22 اپریل سال 1957 در شهر کولا به دنیا آمده است. او از شوهر اولش نظیرمد دو دختر روزگل و شبنم را دارد و از شوهر دومش خورشید ربیف نیز دو فرزند داشت. فرزانه خورشید و پسر یگانش امامعلی جان که سال 2017 در سن 16 از بیماری سرطان خون وفات کرد. خود خورشید ربیف که در وزارت کارهای داخله کار میکرد سال 2013 از سکته قلب درگذشت. سرایای قاسم ماه سپتامبر سال 2020 با پولاد شاروپوف که از او خیلی خرد بود ازدواج کرد و با این تصمیمش بار دیگر عرصه شو بیزنس تاجیک را لرزاند. رسانه ها نوشتند که شوهر نوش از سریا 31 سال جوانتر است، ولی خود پولاد شاروپوف اون وقت بعض پلیوز گفت فرق سن اونها 18 سال است. پولاد شاروپوف همچنین گفته بود که او ورزشگر و صاحب کار می باشد، ولی درباره چه تجارت داشتن او معلومات زیاد در دست نیست. این ازدواج سوم سرایای قاسم بود و اون وقت در جامعه سر و صدای زیادی به پا کرد. برخی آوازخوان را برای ازدواج با مردی از خودش خرد نکویش کردند، ولی گروه دیگر با تکیه به این که عشق پیری و جوانی ندارد به آوازخوان محبوب در زندگی شخصیش بخت و سعادت آرزو کردند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پلیس در شهر سنت پترزبورگ روسیه دو مهاجر جوان 24 ساله را با اتهام حمله به دو دختر در نویه کلینین دستگیر کردند. خود این دو جوان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع منابع خبرگزاری روسی ریگنیوم گویا به جامعه کیم سانو و محمد بابازاده رنگ غیر یهودی موی سر و پریسینگ یعنی در بینی و لب و دیگر عضوهای بدنشان آویزان کردن خلقه ها خوش نآمده است. در همین حال منابع تلگرام کانال ماش
یک رسانه نزدیک به مقامات حفظ حقوق روسیه خبر داد که دو دختری که شام 25 سپتامبر سال 2023 در نزد باغ به نام اکادمیک ساخاروف در پتربورگ مورد حمله جوانان تاجیک قرار گرفتند. لسبیانکا یعنی همجنسگرا بودند. ویاچسلاو استپانچنکا سردار خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی شهر سنت پتربورگ برای یک نیوم قضیه را چنین شرح داده است. شام 25 سپتامبر ساعت 19:26 به پلیس درباره مناقشه بین دو دختر و دو مرد ناشناس در نزد بنای رقم 29 در کوچه زامشن خبر رسید. یکی از این مردم به دختران با کارت تهدید کرده است. در این سراغه ذکر شده پلیس دو مرد 24 ساله زاده یکی از کشورهای خارجی نزدیک را دستگیر کرد. کارت هم مصادره کرده شد. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم یکم ماده 119 کودکس جنایی روسیه با اتهام تهدید و کشتار پرونده جنایی گشودند. با دو جوان تاجیک بر اساس این بند قانون همچون جزا از 480 ساعت کارهای اصلاحی تا 6 ماه محبس و یا تا 2 سال کارهای اصلاحی و یا محدود کردن آزادی به مهلت تا 2 سال تهدید میکند. محمد بابازاده و جامی کیمسانوف و یا نزدیکان آنها برای شرح ماجرا هنوز دسترس نیستند. بنا به اطلاع رگنوم حملگران محمد بابازاده و جامی کیمسانوف نام داشته از تاجیکستان بودند و بنا به معلومات پلیس یکی از آنها لکه برای ویران کردن قانونهای مهاجرت به جوابگری کشانده شده بوده است. دادگاه نویه اجماع جمهوری اسلامی در شمال روسیه نه نام شهروند 27 ساله تاجیکستان را با جرم قصد دزدی 3 عینک عالم مجازی از مغازه شرکت موبیل امتیاز در شهرک شیلیور به 9 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرد. خدمات مطبوعات دادگاه جمهوری اسلامی روز 29 سپتامبر سال 2023 در شرح این پرونده خبر داد که دادگاه نویه اجماع معین کرده است که جوان تاجیک شب 27 به 28 یونیو سال 2023 در حالت مستی غیر قانونی وارد مغازه امتیاز در شهرک شیلیور شده است و شیشه ویترین را شکسته 3 عینک عالم مجازی و 13 پلنشت را تصرف کرده است. اما او نتوانسته است کردار جنایی خود را تا به آخر برساند چون که بعد شکسته شدن ویترین مغازه سیگنالیزاسیا به کار در آمده است و پلیس خود را به جای حادثه رسانیده است و دزد را دستگیر کرده است. به حساب دادگاه اگر مهاجر تاجیک کردار خود را به انجام میرساند به صاحب مغازه به مبلغ 77,000 روبل ضرر میرساند. هنگام صدور حکم دادگاه اجماع چند پهلوی قضیه از جمله داشتن مکان اقامت دائمی و 3 فرزند خردسال 4 ساله و 2 ساله و 1 ماهه، خاراکتریستیک مثبت از محله زیست و جای کار و قبلا به جوابگری جنایتی کشیده نشدن شهروند تاجیکستان، همچنین رفتار او در جریان تفتیشات را به نظر گرفته او را به جای زندان به 9 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرده است. شهروند تاجیکستان در عموم 9 ماه باید همچنین 10% از معاش خود را به دولت همچون تاوان پرداخت کند. حکم دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته است. خود محکوم شده برای شرح پرونده دسترس نیست و معلوم نیست که آیا او از این حکمش شکایت خواهد برد و یا آن را میپذیرد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک غارتگر نابالغ خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کولاب با عریضه جوان 18 ساله ساکن نویه واسه مراجعت نموده است که 23 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 13:00 هنگام در نزد باغ مادران قرار داشتنش یک شخص ناشناس به یگان اساس او را لطکوب نموده با رای آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A3 را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانده شده 1800 سامانی را تشکیل می‌دهد. وزارت کارهای داخلی گفت هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر کولاب با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.